سلام، رحیم عطایی هستم، مدیرعامل شرکت آب و سامان ماندگار. توی این ویدیو میخوایم در مورد این توضیح بدیم که نگاه ما به اطلاعات به چه گونه باید باشه. نگاه ما، منظور من نگاه سازمانه و سازمان تشکیل شده از اجزای مختلف، از نیروی کار گرفته تا مدیران، تا مدیریت ارشد و صاحبین سهام. اینکه ما این اطلاعات رو باید چجوری بهش نگاه بکنیم و در چه سطح اطلاعات ما نیاز داریم. اطلاعات کلی در سازمان چجوری به وجود میاد؟ بذارید با یه مثال بگم. فرض کنید که ما میگیم بهره‌وری خط تولید ما در ماه فلان شاخصه، فلان عدده، یا فروش ما در ماه به این عدد رسیده، یا برگشت از فروشمون به این عدد رسیده، یا علل نارضایتی مشتری یا رضایت مشتری روی این عوامل وجود داره. اینا میشن اطلاعات کلی. ولی این اطلاعات کلی از کجا به وجود اومده توی سازمان؟ بذارید با یه مثال بگم. وقتی که ما یه محصولی داریم، یه محصولی میسازیم، رسیپی این محصول چیه؟ مواد تشکیل دهنده و دستور تشکیل این محصول چیه؟ روی اطلاعات هم باید به همین گونه رفتار کنیم. یعنی اگر یه اطلاعات کلی داریم، خیلی مهمه که ما بدونیم که این از چه اجزایی تشکیل شده، تو چه روندی به وجود اومده، طبق چه فرایندی به وجود اومده، مأخذش کجاست. اینا خیلی مهمه که ما اطلاعات داشته باشیم در مورد اطلاعاتمون. یعنی اینکه این اطلاعاتی که ما داریم ازش استفاده میکنیم از کجا اومده، چه فرایندی رو طی کرده تا اینکه به دست ما که مثلا فرض کنیم مدیر ارشدیم برسه. بذارید با یک مثال این مسئله که میگم یه ذره روشن‌ترش کنم. این مثال واقعیه. در یک کارخونه‌ای که بهره‌وری خط تولید رو میدیدن، هر ماه میدیدن که به اون عددی که میخوان نمیرسن. در هفته دیدن نمیرسن، در روز دیدن نمیرسن. مجبور شدن بیان روی ساعت و دیدن که بین ساعت 10 صبح تا 11 صبح یه اتفاقی وجود داره، یه مشکلی در سازمان وجود داره که این باعث میشه که بهره‌وری سازمان و خطوط تولیدشون بیاد پایین. خب شما تصور بکنید اگر ما اطلاعات و روند تهیه اطلاعات به این دیتیلی نبود، به این ریزی نبود در اون سازمان، که اینکه ما در هر ساعت، در هر دقیقه بدونیم که خط تولید ما الان در چه وضعیتیه، خب قطعا ما این مشکل رو نمیتونستیم پیدا بکنیم و این نتیجه به ما میداد که آقا بهره‌وری این کارخونه همینی که هست، یعنی همین عدده و از این بهتر نمیتونه بشه. عرض من اینه، یعنی اینکه ما وقتی که به اطلاعات نگاه میکنیم، اگر روندش، نوع تولیدش، هماهنگیش و بروز بودنش درست اومده باشه جلو در یک سیستم یک پارچه فرآیندگرا، اون وقت ما میتونیم به این اطلاعات تکیه بکنیم. برای اینکه شما از هر زاویه‌ای که به این اطلاعات نگاه بکنید، اون اطلاعات معتبریه. حالا همین مثال رو روی موردهای تجاری دیگه هم من میتونم مطرح کنم. مثلا فرض کنید که ما اعتبار مشتریمون قراره به صورت اتوماتیک حساب بشه، نقطه سفارشمون میخواد به صورت اتوماتیک حساب بشه، نقطه بحرانی موجودی کالا در انبار، مقدار اقتصادی خرید کالا، اینا همه میخواد اتوماتیک ایجاد بشه، یا اصلا اتوماتیک هم ایجاد نشه، بناس یه اطلاعاتی به ما بده، ما تصمیم گیری کنیم و بذاریم داخل سیستم. این خیلی مهمه که این عقبه این اطلاعات از کجا داره میاد و چقدر معتبره و نحوه تولیدش به چه صورت بوده. اینا نوع نگاه ما به اطلاعات فقط اون، البته من نمیخوام خیلی فنیش کنم، اطلاعات ما فقط به اون عدده نیست که فروشمون چقدر بود، بهره‌وریمون چقدر بود، عدد نقطه سفارشمون چقدر بود. کل این فرایندی که میخوایم به این اعداد برسیم، اینها هم جزو اطلاعات یک سازمان و دانش یک سازمانه. خب من سعی کردم
خیلی کوتاه در رابطه با نگاه ما به اطلاعات که به چه صورته و باید چه چیزهایی رو لحاظ کنیم و خیلی ساده سعی کردم مطرح بکنم. حتما شما تو سازمانتون نمونه هایی رو دارید که حتما مسیر درستی رو میرن یا نمونه هایی دارید که با اشکال مواجه. خیلی ممنون که همراه ما بودید و امیدوارم که این بحث مفید واقع شده باشه برای شما. در ادامه همراه ما باشید. خدا نگهدار.